سلام به شما عزیزان، خیلی خوشحالم که کانال من رو برای یادگیری انتخاب کردید. این دومین قسمت از مجموعه آموزش فعل هاست. خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو همراه هم باشید و نکته که هست اینه که این مجموعه برای افراد مبتدی آماده شده، یعنی این فعل ها برای سطح مبتدی مناسب هستند. اگر که شما سطحتون بالاتره به احتمال زیاد این فعل ها رو بلد هستید. خب بریم سراغ 25 فعلی که قراره امروز یادش بگیریم. فعل اول go. go یعنی رفتن. I go یعنی میرم. You go یعنی میری. توی مجموعه قبل دیدم که کلمات و جملاتی که استفاده کرده بودم یکم از سطح مبتدی بالاتر بود و شاید برایشون به مشکل میخوردید. این دفعه سعی کردم که جملات کوتاه رو یعنی I و یا you رو به این فعل ها اضافه کنم. فعل دوم sleep. sleep. ببینید من نمیگم sleep، میگم sleep. I sleep یعنی میخوابم. sleep یعنی خوابیدن. فعل بعدی laugh. laugh یعنی خندیدن. I laugh یعنی میخندم. You laugh یعنی میخندی. laugh ببینید چه جوری نوشته میشه و چه جوری خونده میشه. بریم سراغ فعل بعدی kill. kill اصولا مثلا فعل kill، lick اینا رو ما نمیگیم kill یا لیک، اینجوری کشیده نمیشن و خیلی زود قطع میکنیم این کشش رو. یعنی کشتن و I kill یعنی میکشم. فعل بعدی read. read یعنی خواندن. I read یعنی میخوانم. منظورش مطالعه است و خوندن مثلا کتابه. فعل بعد teach. teach یعنی یاد دادن، آموختن، به کسی چیزی رو یاد دادن. مثلا I teach یعنی یاد میده. مثلا همین کلمه‌ش هم شبیه به همون teacher. teacher یعنی معلم. فعل بعد learn. learn یعنی یاد گرفتن. I learn یعنی یاد میگیرم. You learn یعنی یاد میگیری. اینا فعل‌های حال ساده هستن. play. play یعنی بازی کردن. I play یعنی بازی میکنم. فعل بعدی sing. sing یعنی آواز خوندن. I sing یعنی آواز میخونم. keep. keep یعنی نگه داشتن. I keep یعنی نگه میدارم. feed. feed یعنی غذا دادن. I feed یعنی غذا میدم. bath. bath take a bath دوش گرفتن، حمام. دوش گرفتن میشه take a shower ولی حمام کردن میشه take a bath. فعل به حساب میاد. run. run یعنی دویدن. I run یعنی میدوم. توی قسمت قبل ما فعل buy به معنی خریدن رو داشتیم. حالا الان ما این فعل sell. sell به معنی فروختن میشه. I sell یعنی میفروشم. take. take یعنی گرفتن. I take یعنی میگیرم. want. want یعنی خواستن. I want یعنی میخواهم. فعل بعدی walk. walk. I walk یعنی قدم میزنم. قدم زدن معنی میده walk. دقت کنید که حرف ال توی این کلمه سایلنت یعنی خونده نمیشه. walk نمیگیم walk، میگیم walk. I sit. I sit. sit یعنی تنظیم کردن. I sit یعنی تنظیم میکنم. swim. swim یعنی شنا کردن. I swim یعنی شنا میکنم. die یعنی مردن. I die میمیرم. cry. cry یعنی گریه کردن. I cry یعنی گریه میکنم. fry. fry یعنی سرخ کردن. I fry یعنی سرخ میکنم. dry. dry یعنی خشک کردن. I dry یعنی خشک میکنم.
shine shine یعنی درخشیدن. I shine یعنی می درخشم. leave leave I leave یعنی ترک می کنم. leave یعنی ترک کردن. فعل بعدیمون put on put on یعنی پوشیدن. مثلا برای پوشیدن لباس میگیم put on. برای در آوردن میگیم take off. برای پیاده شدن و پیاده کردن فعلش میشه drop off دارم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خیلی خوشحال میشم که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما مطرح کنید و کانال من رو دنبال کنید. تا ویدیویی بعدی، خدا نگهدار.